حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه امام مسلم روایت کرده است و در او حدیث حضرت جبریل امین علیه السلام به صورت یک اعرابی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده و از بعض مسائل عمده، مسائلی که اصل اسلام تشکیل میکنند. سلام برادران گرامی، شما همیشه در هستیم. خواستیم یک نمبر دیگه برای گذشتن گرینز ایدن بچه‌ها چون میپرسیم چه رفتن چه اومدن در شکل میزن اکن اون چی گفت او اوماله هر گرینز اومده مکه زیاد همش خیلی خوبه این گرینز اکه اومالی مردا گوری چه جاست حقیقت گفت تو چند سوکات اومدیم مردا سوکات میدونم میفهمی ماشاءالله یاگم جمعه کدا اشوام که سگم سوژه تیگرو ای هم ماجرا تین لگن سگم قام دودن برای ریش چی گفتم یا اون گپ نفتنش 8 دک میدونه یک تا بدک مد یاد کیا یک تا تونجر یاگم جمعه نتام مردکی گفت یاگم اسما رسول کردی بغیر پیتانی های خدمت رسولی روزی هستی کمپانی الجون چه کمپانی مردم میتونن که باور کنن اعتماد کنن زنگ کنن ها بچه اختون مدت چند سال فعالیت همه اکثر در اون میدونه اصول دین مبین ما را تشکیل بکنن. سوال کرده و پاسخ گرفته بودن در اطراف همو حدیث صحبت کرده ایستاده ایم. 3 جمعه علاقه صحبت شد. اکی انشالله از این هفته شروع میکنیم با پاسخهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به جبرئیل امین داد. یادتان باشد هفته اول درباره سرلباس زیبا و آزاده پوشیدن مسلمان صحبت داشتیم. هفته دیوم درباره آداب و اخلاق صحبت کردیم. هفته سوم درباره آداب و طریق سوال کردن و پاسخ شنیدن و کم حرف زدن و لقیگی نکردن اگر دغل کرده گوییم صحبت داشتیم. خب انشالله امروز شروع میکنیم با پاسخ سوال هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت جبرئیل کردند. گفتیم حضرت جبرئیل امین در صورت یک اعرابی با لباس های بسیار زیبا و آزاده با موی سری به نهایت سیاه و شانه زده نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشست با هزار ادب و احترام و گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم اخبرنی عن الاسلام. ای حبیب خدا گفت از اسلام مرا خبر کن که اسلام چیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقیم الصلاه و تعطی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. گفت اسلام از 5 اصل عبارت است. اولا کلمه شهادت به زبان راندن و به قلب استوار داشتن که نیست معبود مگر الله سبحانه و تعالی و محمد صلی الله علیه و سلم رسول بر حق فرستاده بر حق آن خدای بزرگ است. دوم 5 نماز ادا کردن. سوم زکات مال دادن اگر شخص مالش به نصاب زکات رسیده باشد. چهارم روزه ماه شریف رمضان 1 ماه داشتن. و نهایت 5 طواف خانه خدا کردن از برای کسی که قدرت استطاعتی عمل داشته باشد، امکانیت داشته باشد. همه 5 چیز اصل اسلام هستند. ما میخوانیم اصول دین برادر 8 قسم است. من گفته بودم باز تاکید میکنم که اصول دین ما انمی 5 قسم است بچه‌ها. اصول دین مبین اسلام انمی 5 چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیانش کرد. اول کلمه شهادت است. اصل ایمان کلمه شهادت است. هر کسی که این کلمه را به زبان راند در صورتی که با قلب استوار داشته باشد این شخص مؤمن و مسلمان است، هم نزد خدا و هم نزد بندگانش. کسی که این سخن به زبان راند
اما در قلب استوار نکرده است، یعنی شک و شبهه داشته باشد، در نزد مسلمانان حکم به اسلامش کرده می شود، اما نزد خداوند او منافق است. منافق است یعنی باور ندارد، یقین ندارد مدام. خب امروز در اطراف کلمه شهادت با شما یک صحبت انشاءالله می آراییم که چه حکم دارد، چه برتری و چه فضیلت، چه بزرگی در زیر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نهفته است. از حضرت عبدالله ابن عباس روایت است، امام حاکم در کتاب المستدرک علی صحیحین این حدیث آورده است و امام ذهبی در تلخیص با او موافقت میکند که صحیح است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود عر الاسلام و قواعد الدین ثلاثه علیهن اسس الاسلام. خلاصه دین مبین اسلام، پوست کنده دین مبین اسلام و قاعده های این دین قویم سه چیز است. سه چیز است که اسلام عزیز در بالای همین سه پایه بنا نهاده شده است. این در زمان بود که حال روزه ماه شریف، در زمان بود که حال زکات مال و حج خانه خدا فرض نگشته بود. از همین خاطر پیغمبر سه تا گفت من ترک واحدة منهن فهو بها کافر حلال الدم. هر کسی که از همین اصلهای سگانه یکیش ترک میکند قصدن، یعنی که فرضیت قبول ندارد، این شخص کافر میشود، از اسلام خارج میشود و خون او هدر است، مثل مرتدها، مثل کفار، مثل مسلمانایی که بیدین شدیان. شهادت الله اله الا الله و الصلاة المکتوبه و صوم رمضان. همون سه چیز پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان کرد. اول کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله. دوم نماز فرضی، یعنی همین 5 نماز فرضیه که در ذمه ما و شما در یک شبانه روز خداوند متعال فرض گردانده است. و نهایت سوم روزه ماه شریف رمضان که انشالله قریب می آید، کم مانده است، شاید 1-2 هفته دیگر مانده باشد تا ماه شریف رمضان. هر کسی که یکی از همین اصلهای سگانه را ترک میکند پس این شخص از اسلام خارج می شود، کافر می شود و خونش هدر است. هر کسی که فرضیت نماز قبول ندارد او مؤمن نیست، کافر است. هر کسی که فرضیت ماه شریف رمضان قبول ندارد یا ادعا میکند که خوردن روزه باکی ندارد، نعوذ بالله او کافر است. هر کسی که کلمه شهادت قبول نداشته باشد او به طریق اولا کافر مرتد است. ببینه حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید در حدیثی که امام بخاری روایت کرده است امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا الله اله الا الله. من مأمور شدم از جانب پروردگار تا اینکه با مردم، با مشرکان مبارزه برم تا زمانی که لا اله الا الله نگویم، تا همون زمان مقاتله میکنم، با شمشیر با مشرکان مبارزه میبرم. فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقط حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. اما وقتی که مردم لا اله الا الله محمد رسول الله گفتند، نماز ما را خواندند، قبله ما را قبله دانستند، قربانی های ما را قبول داشتند، پس این شخصان مسلمان هستند. خون اینها، مال اینها نزد تمام مسلمانان محترم هست، مگر به حقش. کسی را کشتی خلوت هدر می شود، صاحب قصاص خون طلب میکند، مگر به حقش و حسابشون از خدا است که اگر همین را صدقان کرده باشند انشاءالله اجر ثواب بزرگی هم میگیرند. اما اگر بر ریا کرده باشند در میان مردم مسلمان حکم کرده میشوند، در صورتی که پیش خدای تعالی ایمانشو قبول نیست، اسلامشو قبول نیست و اون ریا عمل اونا را از ریشش بر میکند. ببینید در
صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث آمده است متفق علیه از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام بالای 5 پایه بزرگ بنا نهاده شده است. شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و الحج و صوم رمضان. همون 5 چیزی که من برای شما بیان کردم و الحمدلله خرد و بزرگی ما این 5 میدونن. مسلمانی مثال خانه ایدان. اگر ما مسلمانی کلمه طیبه و کلمه شهادت گیریم لا اله الا الله و محمد رسول الله، همه حکم یک خانه را دارد که بنیادش بود بر 4 ارکان. این بینای زیبا در بالای 4 رکن گذاشته شده است. همان 4 رکن کزان دین را ثبات است، نماز و روزه و حج و زکات است. خب امروز موضوع ما فقط کلمه شهادت است. گردی کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله ان شاء الله صحبت خودمون میپردازیم که چه حکم دارد. امام ترمذی در جامع السنن خویش از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود افضل ذکر لا اله الا الله و افضل دعاء الحمد لله. بهترین ذکرها گفت لا اله الا الله است و بهترین دعاها الحمدلله، حمد خدا را به جا آوردن. امام ترمذی به اسناد حسن صحیح این حدیث روایت کرده است. در روایات صحیحه آمده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید و خیر ما قلت انا و النبیون من قبلی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر. بهترین سخنی که من گفتم و تمام پیغمبران قبل از من گفتند انمی کلمه است لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر. این بهترین و محبوب ترین کلمه است که خدای تعالی گفتن او را از بندگانش دوست می‌داره، شنیدن او را دوست می‌داره. پس کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله افضل اذکار است، بهترین کلمه است، محبوب ترین کلمه نزد پروردگار متعال است. لا اله الا الله. ببینید حضرت علامه اقبال لاهوری میفرماید نقطه ادوار عالم لا اله، انتهای هر دو عالم لا اله. تا عصای لا اله داری به دست هر طلسم خوف را خواهی شکست. دو عالم در گرد لا اله الا الله و محمد رسول الله چرخ بزنند، هم دنیا و هم آخرت. هر دو عالم، هم دنیای فانی و هم دنیای باقی، در گرد یک محور، در گرد کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله چرخ میزنه. تا زمانی که عصای لا اله الا الله و محمد رسول الله در دستت استواره، ترا نه یک ساحر میتونه سحر کنه، نه یک درفند جادوگر میغلطی، حتی دجال با مکر و با فتنه هاش نمیتونه ترا از اسلام خارج کنه. تا عصای لا اله داری به دست هر طلسم خوف را خواهی شکست. سبحان الله. این لا اله الا الله این ایخ مرتبه و این ایخ منزلت ها دارد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار روایت کرد، حدیث یک عده از محدثان روایت کردن، از جمله امام احمد در مسندش با اسناد حسن ایرا آورده است که حضرت موسی علیه السلام روز پیش خدا التجا کرد، گفت یا ربی علمنی شیئا اذکرک به و ادعوک به. پروردگارا گفت من گفت چیز تعلیم ده که به همون ذکری تر کنم، پیش تو دعا کنم. حضرت خداوندی در جواب گفت یا موسی قل لا اله الا الله. ای موسی گفت لا اله الا الله کو. حضرت موسی گفت یا ربی
کل عبادک یقول لا اله الا الله. پروردگار گفت آقا همه بندگان همه لا اله الا الله میگن، همه عاجزا و بیچاره‌ها و خارکشا و نمیدونم آهنگرا و چوپانا همه لا اله الا الله میگن. مقصدش که یگان چیز دیگه هم تعلیم بده. باز حضرت خداوندی گفت قل لا اله الا الله. یا موسی گفت لا اله الا الله گفت. حضرت موسی گفت یا ربی انما اردت ان تخصنی بشیء. پروردگارا گفت آخه من پیغمبر ایت هستم، بنده برگزیده ایت هستم، از پیامبرای اولوالعزم هستم. من میخواهم که یک دعای مخصوص برای من تعلیم بدی که من ذکر تو و دعای تو را به او کنم. در جواب خداوند متعال گفت یا موسی لو ان السماوات سبع والارضین سبع فی کفة ولا اله الا الله فی کفة مالت بهم لا اله الا الله. یا موسی گفت از این کلمه بزرگتر نمی شود. اگر 7 آسمان و 7 زمین در یک پله ترازو مونی و لا اله الا الله را در پله دیگری ترازو، همین لا اله الا الله از 7 آسمان و 7 زمین وزنی تره. پس شما میدونه که ما اهل کدام کلمه ایم؟ اهل لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمدلله. در خبر است میگویم فردا روز قیامت وقتی که خدای تعالی بنده هاش حشر میکند، یک بنده در حضورش قایم است، خداوند امر میکنه که اک نامه اعمالش کو بیارید. 99 کتاب میارن، 99 مجلد، هر یک جلدش از 1000 صحیفه زیاد داره، همه سر تا سر سیاه، همه گناه. از کرام الکاتبین همون ملائکه‌ای که از دست چپ میسته و گناه ها را می نویسه، 99 مجلد کتاب نوشته است گناه های بنده را. وقتی بنده او را میبیند در مصیبت میغلطه که پروردگارا من به این نجات نمییابم. 99 کتاب برو گرفتن در بالای ترازو موندن، هر کتابش زیاده از 1000 صحیفه داره. خداوند امر میکنه که کو کارای خیرش بیارید. یک کاغذه که خوردم میارن برابری سری انگشت انموله پیچوندگی میگیرن میکشاینش که نوشتگی است لا اله الا الله محمد رسول الله. خداوند امر میکنه که هم کاغذه که خورده در پله دیگری ترازو مونن، وقتی که میمونن 99 کتاب هم برداره. این است مرتبه و منزلت لا اله الا الله محمد رسول الله. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الایمان بضع و 70 شعبه و فی روایت بضع و 60 شعبه. ایمان گفت 75 شاخه دارد. این روایت امام مسلم است. در یک روایت دیگر از امام مسلم و در روایت بخاری اومده است که ایمان 60 چند شاخه دارد. فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. بزرگترین شاخه ایمان، اصل ایمان لا اله الا الله است و خردترین شاخه حقش دور کردن چیزی که اذیت میته مردم از سر راه، خواه شیشه باشه و خواه سنگ، خواه خار. و الحیاء شعبة من الایمان. همه حیا هم یک گوشه ایمان است، یک شاخه ایمان است. اما بزرگترین درجه شو ببینه میگه لا اله الا الله محمد رسول الله است. لا اله نیست معبوده مگر الله. در دنیا غیر الله هیچ معبود دیگری نیست. عارفای ربانی اهل طریقت میگن در دنیا غیر خدا کسی و چیزی نیست. معنی لا اله الا الله ای است، در عالم هستی غیر خدا کسی نیست. یک شاعری بسیار بزرگ گذشته است با نام امیر خسرو دهلوی، شنیده ای نامش؟ گمان میکنم شنیده ای. بسیار عالم، بسیار شاعری قوی بود. یک بیت دارد، شاه بیت. یه همچون معما گفته می شود برای مردم تا اینکه معنیش شرح بدن که چی معنی داره. متاسفانه ما فقط پشت تلمیحات میرزا عبدالقادر بیدیل میدویم.
در صورتی که همین شاعرها بعضی معماها دارن با کلمه‌های ساده و آسان بیان کردن، نه که عقل فراست لازم که به عمق او برسی. امیر خسرو دهلوی میگوید زی دریای شهادت چون نهنگی لا برآرد سر، تیمم فرض گردد نوح را در روز طوفانش. چه کلمش نفهموند؟ زی دریای شهادت چون نهنگی لا برآرد سر، تیمم فرض گردد نوح را در روز طوفانش. همیش کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله میگه یک بحره و این بحر نهنگ ها داره و بزرگترین نهنگ این دریا کلمه لا ای. لا را دیده دهش بوزای، به عربی اگر لا بنویسه همیشه دهش کشوده ای. آن همین نهنگ لا وقتی در دریای شهادت میگه سرش میبره و دهنش آواز میکنه که در روز طوفان به حضرت نوح علیه السلام تیمم فرض میشود. تیمم طهارت خاکی را میگن. در روزی که تمام دنیا را آب فرا گرفته است، تمام دنیا را در یگان جا دیگه خاک نیست، بر نوح علیه السلام تیمم فرض میشود. مقصد که همون نهنگ لا اله الا الله تمام بنده ها را با غرور و تکبرش در خود فرو میبره. شخص اگر عاقل با عقل با فراست باشه، وقتی که لا اله الا الله میخونه که باید خاک زمین شود، نیست معبود مگر خدا. وقتی در میان گپ خدا اومد، آخه انسان خودش چی است، علمش چی است، مرتبه و منزلت او چی است که من بگم. از همین خاطر میگن لا هو فی الوجود الا هو، در عالم وجود هستی غیر او، غیر خدا کسی و چیزی نیست. معنی انمو وحدت وجود همی است. و اشخاص بزرگوار به همین بیت امیر خسرو دهلوی جوابها گفتیان، شرح توضیحات دادیان. بزرگترین شرح مولانا عبدالرحمن جامی داده است. این شخص بسیار شخصی بزرگ است. افسوس که همین شاعر بدنش میدونیم اما عالم بزرگ اسلامی بدنش نمیدونیم. پیری طریقت، سرمنشه طریقت بدنش نمیدونیم. اکثریت شاید ندونن که همین کتاب شرح ملا که یکی از کتاب‌های بسیار مکمل و کامل و پره نحوی است. هر کسی که شرح ملا را بخونه دیگه بعد او انشاءالله در علم نحو پره و کامل می شود. همین شرح ملا جامی است. و این کتاب مولانا عبدالرحمن جامی برای خاطر فرزند 12 سالش ضیاءالدین یوسف نوشته است. وقتی کتاب کافیه را میخوان، کافیه ابن حاجبه، بیچاره کودک بعضی چیزا را نمیفهمید. معلمش التجا و التماس کرد که همین بعضی چیزا را بفهمون. گفت من وقتی بسیار ندارم، پدر تا بگو بفهموند. اومد فرزند پسر یگانه پیش پدرش که معلمم تریم گفت، در مدت یک هفته بر کافیه بهترین شرح نوشته است. در یک هفته اون کتاب نوشته است. اصلا نامش فواید ضیائیه است، اما کوتاهش میکنن شرح ملا یا شرح ملا جامیش میگن. این مولانا عبدالرحمن جامی در علم تصوف هم بسیار یدی طولا داشت. پیر هرات است، بسیار شخصی بزرگوار است. همین بیت امیر خسرو دهلوی را گرفته است، از نظر طریقت، از نظر عرفان شرح توضیح داده است. از بس که این بسیار کم است، خوشرو گوش کنه بچه‌ها، در همه جایی را نمیخره. بسیاری شیخ‌های مرشد مو نمیدوننش. حضرت مولانا جامی میگه عرصه لا اله دریایی است که فزون از ده کون پهنایی است. نیست در کارگاه کن فیکون هیچ نقش ز موج او بیرون. انم عرصه لا اله الا الله محمد رسول الله یک دریا است، یک بحر است. پهنه بحر برابری 7 آسمان و 7 زمین است. در کارگاه کن فیکون خدا، در عالم موجودات خدای تعالی هیچ نقش از لا اله الا الله بیرون نیست. همش در دنیا هم دریا و بحرن. لا که آمد نهنگ این دریا، چون که شاید دهان نهنگ آسا، گرچه باشد ز کثرت اعیان
در فضای وجود صد طوفان، آنچنان در کشد به کام فنا که نماند نمی از آن پیدا. اکن نهنگ این دریا این بحر انمی لا اله الا الله. وقتی که این دهنش باز میکنه میگه مثل نهنگ، اگر چند در روی زمین اشیاهایی که خدا خلق کرده است به نهایت زیاد است، همه همه را فرو میکشه. یگان قطره آب یک نمی نمیمونه، همه را در خود فرو میبره. سالک راه را که نوح نهاد، کرد تنزیه واحد از اعداد. فرض گردد تیمم آوردن، روی بر خاک نیستی کردن. علم سالک راه، صوفی راه که مثل حضرت نوح فقط عاشق وجود خدا هست، عاشق ذات خدا هست، غیر خدا فکر ذکر نداره. وقتی این لا را میبینه خاک میشود دیگه. آخی بیچاره دنیا را میبینه همه خاک خنکن، برای او را دیگه تیمم فرض میشود. تیمم یعنی که به خاک یکسان شدن، گم کردن علم منیت، علم تکبر و غرور. چونکن ورد خیش بیگه و گاه، گفتن لا اله الا الله، پرتوی نور حق ظهور کند، ظلمتی هستی از تو دور کند. وقتی که بیگه گاه همیشه ذکر در زبانت باشه، با ذکر لا اله الا الله مشغول باشی، پرتوی نور حق میگه تمام وجود تا میگیره. این وجود خاکی تو وجود آسمانی میشوه دیگه. این بدن خاکی را فراموش میکنی. پیش چشم شهودی تو مطلق، هیچ ناید با جز هویت حق. در این صورت به هر چیزی ببینی تجلی نوری خدا را میبینی، همه گم میشوه، همه نیست میشوه. برای همون لا اله الا همه را فرو برده است. بشنود گوش جانت از هر سو، لا هو فی الوجود الا هو. بعد در همی گوش جانت فقط همی صدا میه لا هو فی الوجود الا هو. به خدا غیر خدا در ده جهان چیزی نیست. فهمیدی که وحدتی وجود چی بده است؟ بسیار مرکب است، نه که گمان میکنیم همین مقدارش کافی است، زیرا ای موضوع دور میشیم. پس لا اله الا الله محمد رسول الله محوری هست که تمام موجودات خدای تعالی در اطرافش میچرخونه، همه در گرد لا اله الا الله چرخ میزنن. این ایخل مرتبه و این ایخل منزلت خدای تعالی برای لا اله الا الله داده است. کسی که اهل لا اله الا الله محمد رسول الله هست، خداوند میگه بالای من حق داره. ببینید ما میگیم که هیچ قدر ذمه خدا حق نداره. البته این حق داره که یعنی که من او را دوستش میدارم، احترامش به جا میارم، به این معنی اومده است. اما کلمه حق در متن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است. در صحیح بخاری اومده است حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه، صحابی بزرگ پیغمبر، میگوید كنت ردف رسول الله صلی الله علیه و سلم علی حمار یقال له عفیر. یک روز میگه از قفای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای خر سوار شده بودم. حضرت خاکساری شما ببینه بسیاری وقت در مدینه منوره در خر سوار میشه. امروز ما در تیک سوار شدن به خود ننگ میدونیم. حضرت معاذ میگه که من از قفای پیغمبر میشیشتم، هر دمو پهلو به پهلو، او از پیش بود من از قفا. نام خر میگه عفیر بود. از فرط محبت حتی نام خری پیغمبر از یاد میدونستن، برای ما و شما بیانش کردیم. اصحاب بزرگوار پیغمبر بسیار دوست میداشتن حضرت. حتی بار حضرت عبدالله ابن ابی رواحه با سردار قبیله خزرج، با سردار منافقای مدینه عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول ابله، که پیغمبر ملامت کرد، گفت یا محمد با خرت اومدی در پیش ما ایستادی، این خری بدبخت شاشه کرد، بوی میزه که خر همه را پر کرد، اخی ما دوخی زدگیم، مشک عنبر قطی خدمون شکیدگیم، عیش والا منغز کرد. حضرت عبدالله ابن ابی رواحه یک مشتی آبدار در دهنش زد، گفت پدرسک چی میگوی؟ قسم به خدا بوی پیشاب خری رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما از مشک عنبر بالاتره. حضرت میگه در قفا شیشته بودم، گفت یا معاذ هل تدری ما حق الله علی عباده و ما حق العباد علی الله؟ گفت ای معاذ
تو میدانی که خدای تعالی در ذمه بندگانش چی حق دارد و بنده ها در ذمه خدا چی حق دارند؟ حضرت معاذ میگه گفتم الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر داناتر است. این عادت صحابه پیغمبر بود. یعنی سوالش میکنن میگه خدا و پیغمبر داناتر است. امروز بعضی برادرها سوال میکنن با جواب شخص چون میگن دوملای نمیخیل کارش دست من نمیخیل جوابش دادم چه خیلی میشه جوابش. آخه ای سرت مونا جوابش که گفتی با چی زنگ میزنی؟